مندان فوتبال تاجیک گزارش مستقیم ما از برگزاری بازی دوره 11 میتواند امروز دستای گرد از با این بازیگران با متین میتوانستند در حالت اساسی قرار بگیرند، مخصوصا فریمپونگ خوبت امروزه این بازیگران در حالت احتیاطی قرار گرفتند. خب انجام داده شده است و صدای شکیدو آرام شدیم. رقابت آغاز شد بین دستای رگارتاداز و یوواریو خورشید دادوبویف است و دوباره که نوارهای تکراری رو پخش میکند. فشار میارن بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش، امکانیت برای زدن گل و گل اول در دقیقه سیوم بازی الکی از جانب دسته زنیدین رحیموف در حالت اساسی محض این دروازه‌بان رو جای داد و واقعا بازی خوب داشت. اما در این وضعیت ببینید که چگونه اشتباه کرد. ضربه جانبی دروازه و حالت بسیار هم نزدیک به گل، اما دفاع شد دارد و چگونه با شاگردان خود می‌گوید پیکادو موقع ها را بگیرند. امکانیت برای بازیگران فریدون دولتوف، ارسال بلندی فریدون به مرکز جریمه‌گاه، اما کسی از این موقع ضربه زدن نمی‌تواند و ضربه بعدی بیرون از جریمه‌گاه بود. نظیم باباجانov باز یک پرتاب دیگری و ضربه و نوک به نظر رسید و داور مرکز رو دعوت کرد به نزد اکرانچه ور و کارت سرخ به فوتبال بازی رگارتاداز و فریدون دولتوف داده می شود. رگارتاداز نظیم باباجانov در داخل جریمه‌گاه با توپ قرار دارد، ارسال بلندی او امکانیت ضربه و ادامه می‌یابد. حالا تلاش‌های فوتبال بازان رگارتاداز، پایده بازی بیرون نشده است اینجا در پیش ودرو فریمپونگ توپ را از بالای سری کامرون گذراند. نوبتی رگارتاداز الکی توپ در داخل جریمه‌گاه کلوب مرکزی است. در گرفتن توپ موفق باشند، در هجوم کردن موفق باشند، در زدن گل جهانگیر الگاشف. ارسالی او به جریمه‌گاه فریمپونگ مبارزه می‌برد برای نگه داشتن توپ در میدان. صدای شکی داور مرکز بلند گردید.